حاجی 2 کیلو فاک. امروز تامین ممه دارم. اون شهرمه قهوه ما نمیدی؟ قهوه چی میدی؟ یه قهوه الازه قهوه هم بخورم. الازه قهوه هم بخورم. آفرین خوشم میاد که سر حرف هستی. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you flowers, girl. Enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty. آقا من تمرینم تموم شد و میخواستم اینو بگم. مثلا این روزا حالا این تایمایی که ویدیو اینا میگیرم از تمرینا خیلی سبک کار میکنم داخل بدنسازی. سر اینه که نزدیک مسابقمه نمیخوام کلا گرفتگی حالا آسیبیدگی حالا هر چیزی داشته باشم. خب و یه چیز دیگه هم که هست با 5 کیلو بزنه با 2.5 کیلو هم بزنه ولی 30 تا درست بزنه 20 تا درست بزنه جای این که الکی رگ فلانت هم بگیره ولی خب اشتباه بزنی ولی بکش مثلا سنگین بزنی واقعا نمیارزه. سبک زدن هم واقعا نه زشته نه ایرادی داره نه هیچ چیزی. مهم اینه که فقط آدم درست بزنه. اونی ریده که اشتباه میزنه نه اونی که سبک میزنه. قانون اول دیگه. من تمام شد دارم میرم سمت خونه خسته پاره گوشات. بای بای. اینا میگیم برای جامعه خوب خوشبختی. ببین 77 فعلا همینه. تا جایی که میخوام برم بودم پیاده روی بکنم بعدش چند کیلومتری بودم دیگه هر چقدر شد تا جایی که پایاری کردم. بچه جایی که میخوام برم بودم ساحلیه. حالا بچه‌هایی که هواز زندگی میکنن که دیگه میدونن ساحلی کجاست اما برای بچه‌هایی که هواز نیستن بچه ساحلی پارکیه خیلی بزرگه. بعد همه جور آدمی هم داخلش پیدا میشه. همه جور آدمی یه از دعوایش بگیر ورزشکارش بگیر معتادش بگیر تا حالا چیزای دیگه داخلش اونجا هست که داریم میریم اونجا. ویوش خیلی بالا دیگه فضاش خیلی بالا خدایی کاری نداریم. من حدود 7 کیلومتری دویدم. گفتم یکم پیاده روی بکنم بعدش ادامه دو رو برم و اینکه گفتم بذار 10 کیلومترش بکنم بعدش این پارکو برای خداحافظی خوشحال بکنم. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? بچه من شارژ گوشیم تموم شد. نگاه کن عرقا منو فقط. شارژ گوشیم تموم شد دیگه نتونستم ویدیو بگیرم ولی بیشتر 10 کیلومتر دویدم 13 کیلومتر دویدم. اوه عرقا و اینکه آره دیگه الان ساعت 10:20 است دیگه. ساعت 11 میخوام بخوام. الان دارم غذا میخورم. ساعت 11 میخوابم دیگه. صبح بلند میشم دیگه. ویدیو امروز هم کمتر یه هفته دیگه همون دارم مبارزم سر همین دیگه. انرژی و اینا واقعا زیاد نیست. نابودم ولی خب ادامه میدم دیگه. نتیجه مبارزه ها حتما میذارم. مرسی که تا آخر ویدیو دیدی. خدا نگهدار. چطوری بچه ها خوبی؟ چه خبرها؟
آقا من این چند روز خیلی نتونستم از خودم ویدیو بگیرم، کلا تمرین و اینا. یه مسابقه دوستانه داشتم برای اون آماده میشدم و اینکه وزنم داشتم کم میکردم. گذاشتم براتون 77 بودم، باید میمدم رو 75. خلاصه بگم اومدم رو 75، رفتم مبارزه هم کردم، فیلم هم گرفتم، ولی نتونستم دیگه از همون روز که داشتم آماده میشم کلا نتونستم همون روز خیلی ویدیویی بگیرم به جز ویدیوی مبارزم، ویدیوی مسابقه دوستانم دیگه کاری نتونستم بکنم. فقط همونو گرفتم دیگه. الان اومدم یه سری توضیحات بدم و اینکه همین دیگه آخر ویدیو فیلمشو گذاشتم. دوست داشتی برو ببین. ماشاءالله. ماشاءالله. سینا ولش نکن. ماشاءالله. إذا في المرة مستقيم